در ناحیه فرخورد تجلیل روز جوانان زیر عنوان جوانان پیرو پیشوای ملت از راهپیمایی جوانان آغاز گردید. در راهپیمایی جوانان از تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیه اشتراک نمودند. از میدان کارمندان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه می‌گذرند. در 3 سال اخیر شماره کودکستان‌ها از 1 به 10 عدد رسانیده شدند. در ناحیه 55 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، 4 مکتب تحصیلات اساسی، 6 مکتب تحصیلات ابتدایی، 2 لیسه، 2 گیمنازیا فعالیت دارند. در مرکز میدان ورزشگران قدم میزنند. بخش جوانان ورزش و سیاحی در همبستگی با ورزشگران در مسابقه های ورزشی ولایت جمهوری و در سطح بین المللی این سال با موفقیت های بلند صاحب گردیدند. مسئله سیاست دولتی جوانان، نقش و اشتراک بی‌واسطه آنها در حیات جامعه یکی از مسئله های اساسی در پیام هر ساله پرزیدنت کشور به مجلس عالی بوده. به این موضوع توجه دائمی ظاهر می‌گردد. با در نظر داشت سهم جوانان در رشد جامعه و اشتراک فعالانه آنها در حیات سیاسی و اقتصادی مملکت با اقدام پیشوای ملت سال 2017 در جمهوری تاجیکستان سال جوانان اعلان کرده شد. از میدان کارمندان بیمارخانه مرکزی ناحیه می‌گذرند. بیمارخانه مرکزی ناحیه دارای 10 شعبه طبابتی میباشد. با اهالی ناحیه 68 عدد مؤسسه‌های طبی و 1360 نفر کارمندان خدمت می‌رسانند. قسمت تنتنوی چهاربینی در ورزشگاه ناحیوی ادامه یافت. رئیس ناحیه فرخورد ساکنان ناحیه را بخشیده به روز جوانان تبریک نموده قید نمود که جوانان پرچم وحدت ملی، صلح و امنیت پایدار و عزم و اراده سازندگی و بنیادکاری ها را بلند افراخته دائما در صف پیش سازندگان وطن قدم می‌گذارند. رئیس ناحیه فرخورد ساکنان ناحیه را بخشیده به روز جوانان تبریک نموده قید نمود که جوانان پرچم وحدت ملی، صلح و امنیت پایدار و عزم و اراده سازندگی و بنیادکاری ها را بلند افراخته دائما در صف پیش سازندگان وطن قدم می‌گذارند. رئیس ناحیه فرخورد در این چهاربینی کارمندان فعال تشکیلات و مؤسسه ها را با افتخارنامه قدر نمود. در این روز به 145 نفر خوانندگان ناحیه و ورزشگران بهترین ناحیه استیپندیای رئیس ناحیه تقدیم کرده شدند. در قسمت فرهنگی چهاربینی کارمندان شعبه فرهنگ ناحیه با رقص و سرودهای وطن دوستانه خاطر اشتراکچیان را شاد گردانیدند. گزارش خواجه نظری خدای نظر ظهورов از ناحیه فرخورد برای برنامه اطلاعاتی نوید.